این کیک لیمویی فوق‌العاده خوشمزه و خوشبافته، عطر بی‌نظیری داره. بریم با هم درستش کنیم. تخم مرغ، وانیل و شکر رو با هم زن برقی حدود 5 دقیقه بزنید تا حجم و کشدار بشه. آب لیمو و رنده پوست لیمو ترش رو هم اضافه کنید. دقت کنید فقط سطح پوست لیمو رو رنده بزنید، به قسمت سفید پوست نرسه. به ترتیب روغن مایع و شیر رو هم بریزید و 1 دقیقه هم بزنید. مواد خشک که شامل آرد، بیکینگ پودر و نشاسته ذرت 3 مرتبه علک کنید و به مواد اضافه کنید. با همزن دستی یا لیسک از یک جهت مخلوط کنید. مایع رو داخل قالب بریزید و با دمای 180 درجه بپزید. وقتی از داغی افتاد قالب رو جدا کنید و به 2 قسمتی مساوی برش بزنید. کیک رو ببینید چقدر خوش بافته. خب برای درست کردن کرم لیمویی آب لیمو ترش، آب، شکر و نشاسته ذرت رو با هم ترکیب کنید، بذارید رو حرارت مدام هم بزنید تا غلیظ بشه. بعد کره و زرده تخم مرغ رو اضافه کنید و هم بزنید تا به این غلظت برسه. در آخر وانیل رو اضافه کنید، بذارید تو دمای محیط تا کامل خنک شه. وقتی خنک شد خامه فرم گرفته رو اضافه و خوب مخلوط کنید. طبق تصویر لایه‌های کیک رو کرم بزنید و خوب کاور کنید و طبق سلیقتون تزیین کنید. من با مقدار کرمی که کنار گذاشته بودم روشو ماسوره زدم. کیک رو چند ساعت بذارید داخل یخچال بمونه، بعد سرو کنید. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. دوست عزیز اگه از اکسپلورینگ پست رو می‌بینی، فرشته قربانی هستم. حتما به پیجم سر بزن که کلی آموزش خوشمزه و رایگان دارم تو پیجم.